یه رو دارم در مورد تیم محبوب پسر مورد علاقه‌ام سرچ میکنم دلشو ببره. منچستر یونایتد. واسه کیت مگوایر فقط با شما 5 عاشقت بوده. چی هست؟ کسی که پای منچستر بوده با تا میمونه. اگه شعارش رو میخوای بدونی اینه یو نفوگت. بگوش کنه این که چیزه، این مال لیورپوله. این پسر زده دیزی نامرد این دیگه قید این نامرد. آره خیلی بد گفت دیگه. یه 7 آپ مهمونش کن تو نمیدونی چرا ولی اون سونا فکر کنم ای یونایتدی هر چی سونابه دیگه بعدشون بیا. بهش بگو شادم و گنگسته. عزیزم پسر مورد علاقت اگه یونایتد با هروم سرش کن این کارا چیه؟ میمای مگوایر بپس براش دارم بخنده. راست میگی واقعا دیگه از بجز خنده کاری از دستت بر یه نمیاد. قشنگ‌ترین جمله اونجایی که میگه کسی که پای منچستر واسه پای تام وایسه. آره